سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب بوده باشه. امروز یه دونه دستگاه دیجیتال آوردم با مشکل این که روی بوت میموند و تمام ولتاژهای تغذیه‌اش هم به خوبی تامین میشد. واسه همین ما رفتیم سراغ آیسی بایوس و میخوام که یه دونه برنامه بزنم ببینم راه میفته یا نه. پس با ما همراه باشید. برنامه‌اش رو از اینترنت برداشتیم، از حالت زیپ در آوردیم. حالا هم که میخوام بزنیم رو فلش. خب همونطور که میبینید این مین بورد دیجیتالمون است که ما آیسی فلشش رو از طریق پروگرامر وصل کردیم به لپتاپمون. اینم که برنامه پروگرام است که آیسی مون رو شناخت. میریم که برنامه‌ش رو با هم بزنیم. اول از همه ما باید یه دونه رید آیسی بزنیم. همونطور که میبینید داره آیسی رو میخونه. خب دوستان، همونطور که میبینید آیسی مون به خوبی پروگرام شد. اینجا هم سکسیس یعنی موفق. یه بار میزنیم آیسی رو بخونه که کلا از سلامتش مطمئن باشیم. خیلی خوب، تمومه. حالا میریم که مین بوردمون رو وصلش کنیم به بورد تغذیه‌مون، ببینیم که دیجیتالمون بالا میاد یا نه. پس با ما خیلی خوب دوستان، ما برنامه رو زدیم، مین بوردم روش نصب کردیم. حالا میریم که تست کنیم. الان دستگاهمون تو برگ، کلیدش رو میزنیم. تو مرحله اول رو همین بوت میمون، دیگه جلو نمیرفت. حالا ببینیم درست شد یا نه. آره، همونطور که میبینید تصویرش هم تلویزیونمون بالا اومد. اینم کانالاش از پنل جلو که میبینید. الان آنتنمون رو میخوام وصل کنیم ببینیم حل شد یا نه. حالا اون خط قبلی هم دوباره راه انداختم. تو نمیگه خط تو راه میندازی سعیم و سالم. بخوام علامو بزنم بدون موبایل دیجیتالمون داره کار میکنه. کانالم تعویض میکنم. یه قفص تمام عمرش حبس ابد. خودت باشه. اگه دروغ هم باشه باید ردشون کنم برم قبل. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. درسته؟ خیلی ممنونم. خوب کشید.